اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیوی پیام با برنامه آستانه. برنامه الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم اویدی چیکار کنیم تا دعاهایمان اجابت گردد در این برنامه آستانه صحبت خواهیم کرد. چطوری که همگان میدانیم انسان با آن ضعیفی و محدودیت قدرتی که دارد همیشه نیاز به یک کمک دارد که از قدرت‌های او بالاتر باشد، به یک قدرتی که برای رفع مصیبت‌های او کمک کند و برای رسیدن به تمنیات و هدف‌های زندگی خود به او کمکش کند و در این وقت یگانه ذاتی که می‌تواند دست ما را گیرد و به هدف‌هایی که ما خودمان به تنهایی رفته رسیده نمی‌توانیم و یا هیچ کسی به ما کمک کرده نمی‌تواند، این یگانه الله است که می‌تواند به ما کمک کند و یگانه قدرت الله است که می‌توانیم با کمک او به هدف‌های خود رسیم. برای همین برای آن که ما الله را دعا کنیم و در دعاهای خود به الله مناجات کنیم و به ما کمک کند، خود الله در قرآن به مایان یک چند مراتبه درباره دعا کردن، از خودش کمک پرسیدن و با کمک او به هدف رسیدن یادآور می شود. الله می گوید و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. پروردگار شما به شمایان می گوید شمایان دعا کنید من اجابت میکنم، همان آنهایی که کبر می‌ورزند و از تکبری دعا نمی‌کنند آنها داخل جهنم می‌شوند. آن هم چی داخل شدنیه؟ با ذلت و خواری و شرمندگی. و در آیت دیگر الله میگوید و اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. وقت بنده هایم مرا از تو میپرسند ای پیامبر صلی الله علیه و سلم که پروردگار ما در کجاست؟ آیا دعا کنیم دعای ما اجابت می شود؟ در این وقت به آنها جواب بده که من قریب هستم، من نزدیک هستم و دعاهای آنها را وقت دعا می کنند اجابت می کنم. پس باید از من طلب اجابت دعا کنند و به من ایمان بیاورند تا اینکه از جمله رستگاران شوند. خود آیات‌های قرآن کریم و خودی کلام رب العالمین به ما امر میکند که ما دعا کنیم و برای رسیدن به هدف خود و برای رفع مصیبت ها و مشکلی و بلاها از الله کمک طلب کنیم. ولی بسیاری ها میگویند من خیلی زیاد دعا میکنم دعای من اجابت نمی شود. سال هاست که من دعا میکنم ولیکن تا حال نتیجه اش را ندیده ام. چرا دعای ما را الله اجابت نمی کند؟ و یا چی شده است که ما هرچی دعا کنیم هم به مقصد نمی رسیم؟ البته که چون هر یک کار شرط و شروط خود را دارد و سبب‌های شدن و مانعات نشدن خود را دارد، خود دعا نیز شرط‌های خودش را دارد و باید با یک شکل گفته شود و کرده شود تا که دعای ما اجابت گردد. و بیاید از نزدیک ببینیم که ما چی کار کنیم تا دعاهای ما اجابت شود و کدام وقت دعا کنیم و از کدام کارها باید دور باشیم تا که سببی دعای ما را اجابت نشدنش آن نگردد. اول شده اولین شرط اجابت دعا این اخلاص می باشد، خالصیت
و دعا را تنها به الله کردن و به جز الله به کسی امید نبستن و در وقت دعا کردن ریاکاری، خودنمایی، در نزد دیگران دعا کردن، دیگران شنودگویان دعا نکردن می باشد. برای همین الله می گوید و دعوه مخلصین له الدین، شمایان الله را با تمام اخلاصیت، با اینکه الله خودش صاحب قدرت و دین است، این گونه دعا کنید. در دعای خود کسی را شریک نورزید. وقتی دعا میکنیم اما در داخل دعا برابری به الله دعا کردن کسی دیگری را در نظر داریم و امید میبندیم که شاید فلانی به من کمک کند، شاید فلانی از دستش این کار آید، و جز الله باید به فلانی هم مراجعت کنم. یا اینکه وقتی دعا میکنیم با آواز بلند دعا میکنیم و در اطرافیان وقتی که ما رو میبینن میگوین چقدر خوب مناجات میکند. مقصد اساسی ما دعا کردن و تضرع کردن به الله نه و شنوانیدن اطرافیان باشد که اکثریت این گونه دعا میکنن. و یا یک نفر را به خاطر آنکه ما رو دوست میدارد به چهره اش نگاه کرده دعا کردن میگوریم پروردگار به شما این دهد آن دهد، شما رو به مقصد رساند، در حالی که در دل هیچ اخلاصیت نیست. مقصد ما این است که این دعاها را شنود و ما رو دوست دارد که چقدر ما در حق او دعا میکردیم. اینها همه اش ریاکاری، خودنمایی و پیش دعا را گرفتن میباشد. پس وقتی دعا میکنیم هم با زبان خود هم با قلب خود چنان مخلص باشیم، چنان خالصانه دعا کنیم که کسی این چیزی که ما دعا کرده ایستادیم به جز الله هیچ نفر قادر نیست که اجابتش کند. و این ما دعایی که کرده ایستادیم یگانه از الله طلب داریم که ما را به هدف برساند. و برابر دعا کردن هرگز ریاکاری، چقدر من خوش رو دعا میکنم دیگران باید بشنوند و دعای مرا بگذار همه بدانند که چقدر انسان خوب هستم، اگر این گونه ریا به داخل دعا وارد شد دیگر بدانید که دعای ما اینجا یکی از سببهای مانع نشدن را با خود دارد. و این چنین از شرطهای دیگری دعا این است که انسان در وقت دعا کردن 100% یقین کند، 100% یقین کند که الله دعای او را اجابت میکند و این دعای او سبب می شود که پروردگار هم از او راضی باشد و هم دعاهای او به هدر نمی رود. وقتی ما 100% یقین کردیم که این دعای ما اجابت می شود و الله الان شنیده ایستاده است و او می داند، در این وقت بدانید که دعا از قلب ما خارج شد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند وقتی شما دعا می کنید با اخلاص و 100% با یقین دعا کنید. معنای حدیث چنین است: برای آنکه دعاهایی که از قلب غافل می براید الله آن را اجابت نمی کند. پس در وقت دعا کردن به یگان شک و شبهه یقین داشته باشیم که وقتی ما دعا کرده ایستاده ایم دعای ما اجابت می شود. و این چنین وقتی پیامبر میگویند ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، در وقت دعا کردن شما چنان دعا کنید که در عین زمان قلب شما 100% یقین داشته باشد که دعا اجابت می شود. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است، حدیث در ترمذی آمدگی هست. پس در وقت دعا مبادا به شک و شبهه، مبادا به وسوسه شیطان و یا به یگان نفری که چگونه این دعا هست، مگر این جوری دعا هم می شود، مگر دعا اجابت می شود، به یگان شک و شبهه، به یگان وسوسه نگاه نکرده 100% یقین داشته باشیم که دعایی که ما کردیم این دعا اجابت می شود. و البته که از شرط های دیگری دعا این حضور قلب می باشد. دعا حتما باید از قلب ما براید. وقتی دعا فقط از زبان است و در قلب چیزی نمی گذرد و برابری دعا کردن مایان در اینجا کمی شک و شبهه داریم که الان دعای مرا اطرافیان شنیده ایستادن، این دعای من خیلی خوشرو برآمد، جمله ها خیلی زیبا برآمد، مثل شعر دعا گفتم. در این وقت این دعا از قلب نیست. برای همین هم وقتی یک نفر رو میگه در حق من دعا کن، از اون نباید بپرسیم که الان روبرو مرا نشسته دعا کن. این نمود ریاکاری است و یگان اخلاصیت در آن وجود ندارد. البته که شاید در آن اخلاصیت هست در بعضی ها، اما اکثریت وقتی روبروی تو نگاه کرده دعا میکنن
در قلب آنها چی میگذرد الله خودش میداند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اعلموا ان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل. بدانید که الله دعایی که از قلب غافل برآمده شد، قلبی که در زبان چی گفته ایستاده است از آن بیخبر است، اون گونه دعاها را اجابت نمی کند. پس برابری با زبان دعا کردن، چی در وقت نماز چی بعد از نماز یا اینکه در حضور جمع و یا یک نفر را نگاه کرده، حتما برابری با زبان دعا کردن قلب ما هم در حضور این دعا باشد. وگرنه وقتی دعا کردیم اما قلب ما تماما در دیگر جا است، یا گفتیم خواص ما پریشان است، فکرمون در بازار است، در لباس است، فردا چی میکنم هست، و با زبان همین خیلی دعا کرده ایستادیم رب اغفر لی و رب ارحمنی، با زبان دعا رفته ایستاده است اما قلب ما تماما در فکر کوچه و بازار است. بدانید که این گونه دعا را چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اجابت شدنی نیست و نباید با این گونه دعا ما دعا کنیم. و خود الله هم میگوید وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا. وقتی تو پروردگارت را از ذکر میکنی، دعا میکنی، با قلبت با تضرع، با خواری و زاری و تمام خشوع و حضور دل پروردگار را دعا کن و پروردگار را ذکر کن. پس ذکر یا دعا یا هر چیزی که هست اگر از قلب ما نبرآمد، فقط با زبان ما برآمد، با هیچ امید به اجابت شدن آن نیست. و البته یکی از شرط های دیگر دعا این 100% عزم کردن در دعای خود و هرگز اگر تو خواستی اجابت کن، اگر الله خواهد همین را کند، یعنی تعلق نکردن دعا رو حواله به خود الله نکردن است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی شما دعا کردید پس عزم با جدیت دعا کنید. ولا یقول اللهم ان شئت فاعتینی و ان شئت اغفر لی. هرگز نگوید که پروردگارا اگر خواستی به من بده، اگر خواستی مرا ببخش. این گونه دعا نکنید. 100% پروردگارا من محتاج هستم، من به همین چیز نیاز دارم، به من این را برسان، یا اینکه مصیبتی من در سر من است آن را از من دور کن. نه اینکه تعلق یا خود به خود الله حواله کنیم و اگر این را خواست این را بکن، یا اگر خواستی مرا ببخش، اگر خواستی به من بده گویم. پس عزم کردن و جدیت با تمامی حضور قلب و اخلاصیت طلب کردن از شروط دعا می باشد. و سبب های دیگری هم اینجا هست که دعا چرا اجابت نمی شود. مثلا میگوین من الحمدلله همیشه با قلبم دعا میکنم، وقتی دعا میکنم 100% میدونم که الله شنیده ایستاده است، الله اجابت میکند و با حضور قلبم دعا میکنم و کسی را در دعا شریک نمی آورم، اما دعا اجابت نشده ایستاده است. نمیدونم چرا من همه این رو کردم و نشد. البته که شاید بعضی از گناه ها است و یا بعضی از مانعات است که به آن ما دست و یا آن را عملی کرده ایستادیم. یکی از سبب‌های اساسی مانعیت دعا که دعای ما اجابت نمی شود این خوردن حرام می باشد. خواه خوردن حرام، خوراک‌هایی که در شریعت حرام است مثل گوشت خوک و یا خود مرده و یا گوشت بی بسم الله کشته شده و یا عرق و از این چیزها باشد، خواه مال یک نفر رو ما میخوریم، از پول یک نفر میخوریم، حق یتیم در گردن ماست، حق مردکار در گردن ماست، یا اینکه حتی حق عروس و داماد و فرزند خودمون هست، یعنی ما مال حرام رو خورده ایستادیم. و خوردن فقط یک چیز حرام شده نه، وقتی پول کسی رو استفاده کرده میخوریم، حق کسی رو میخوریم، به رضایتی یک نفر به مال او دست زده ایستادیم، و یا اینکه ما بیزنس داریم یا خود تجارت داریم یا چیز دیگر گفته از حدش زیاد بالای مردم ظلم میکنیم، این هم میشود مال حرام. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا حدیث کمی دور و دراز است، در صحیح مسلم آمدگی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مردی که مسافر است و او
مویهای ژولیده دارد. از چنگ و غبار راه دیگر لباسهایش هم پر از غبار شده اند و دستانش را به آسمان میبرارد و میگوید یا رب یا رب. رب یکی از صفتهای پروردگار است که در وقت دعا این بهترین خوری یا تذلل در نزد الله است. ولیکن پیامبر میگویند با وجود اینکه این انسان مسافر است و مویهایش و لباسهایش غبار آلوده هستند از غبار راه، از خستگی، باز خیلی دستانش را بالا کرده یا رب گویان دعا میکند، لیکن او حرام میخورد و حرام مینوشد و لباسهایش هم حرام است و تمام خوردنی های او یا خود غذای او حرام است. فأنا یستجاب لذلک. چگونه پروردگار این انسان را دعایش را اجابت میکند؟ نگاه کنید، مسافر دعایش اجابت است. انسانی که یا رب گویان دستانش را به سوی پروردگار میبرارد دعایش اجابت است. و اشعث اغبر، انسان‌هایی که غبار آلوده اند، احوال خیلی افتاده دارند، در یک چند حدیث آمده است که انسان‌هایی هستند که غبار آلوده اند، مویهای ژولیده دارند، ولیکن آنقدر به الله نزدیک هستند که اگر دعا کردن اجابت می شود. ولیکن اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن با وجود اینکه این مرد مسافر است و از خستگی راه دیگر به غبار آمیخته است و یا رب گویان دعا میکند، پروردگار چرا دعای او را اجابت کند در وقتی که حرام میخورد، حرام مینوشد، حرام میپوشد و کل طعام او چی است؟ حرام است. پس عزیزان، وقتی خوردن ما یعنی خوراکی که ما میخوریم از پول حرام به دست ما آمد و یا در وقت خوردن خوراک بعضی از خوراک‌های مشکوک و در داخلش یکان چیزی حرام بوده وجود دارد و یا اینکه لباسی که ما میپوشیم از پول حرام، از ظلم به یک نفر، از حق دیگر گرفته و پوشیده شده است، هرگز آرزو نکنیم که دعای ما اجابت می شود. این شرط ها را خود پیامبر گفتن که حتما باید لباس شما، خوردنی شما، پوشیدنی شما، نوشابه شما، هر چیزی که شما از آن استفاده میکنید اول باید حلال باشد، حق مردم در آن آمیخته نباشد و این چنین در داخل او چیزهای مشکوک که در شریعت حرام بوده نباشد، سپس دعای شما اجابت می شود. خیلی زیاد هستند ثروتمندانی که مثلا پول مالی زیاد دارند و در شکلشون سیمای مسلمانی هم هست، نمازخوان هستند، روزگیر هستند، در خانه اشون بعضی از مصیبت و بلاهای هست که انسان حتی فکرش رو کرده نمیتواند. میگویند الحمدلله چند بار حج کردیم، الحمدلله نمازخوان هستیم، نمیدونیم این مصیبت چرا می آید. شاید تجارت شما در داخلش بعضی از عملهای مشکوک، بعضی از ظلم به دیگران، بعضی حق دیگران را خوردن آمیخته شده باشد که این گونه دعای شما اجابت نمی شود و این گونه بلا بالای شما می آید. پس حتما باید برای آن که دعای ما اجابت گردد، حتما باید خوردنی ما و لباس ما و عموما درآمد ما حلال باشد، درآمد ما حلال باشد. و این چنین خیلی که گفتیم، وقتی که گفته دعا کردم و اجابت نشد، انمین گپ که اجابت نشد الکی سبب دیگر دعای شما قبول نشدنش هست. برای آنکه حدیث در تمام کتاب‌های سنن از جمله صحیح بخاری و مسلم هم هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند دعای یک انسان اجابت می شود تا زمانی که آن انسان من دعا کردم و اجابت نشد نگوید. وقتی شما دعا کردم و اجابت نشد گفتید، الکی دعای شما اجابت نمی شود. پس حتما باید در وقت دعا کردن، شاید برای رسیدن به بعضی از هدفها 1 سال و 2 سال 3 سال تا 10 سال و 20 سال دعا کنیم، چگونه که خودی سالهای دراز یوسف در سجن دعا کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال کامل در مکه دعا کردند که یک چند نفر مسلمان شود، اما پس از 10 سال به مدینه آمدن سپس آنها مسلمان شدند. و یا خود آرزوهایی که دعاهایی که پیامبر طول عمرشان 23 سال دعوت کرده بودند پس از مرگ پیامبر اجرا شد و دیگر اجابت دعا را صحابه ها دیدن. برای دعا کردن من 1 سال دعا کردم، چندین سال است دعا میکنم نگفته، حتما دعا را بردوام کنیم و هرگز دعا کردم و اجابت نشد من دیگر امیدم را کندم، دیگر امید ندارم، این گونه کلمات را به دهان نآوریم. از طرف گفتن اینکه چقدر دعا کردم اجابت نشد، از بحرش برآمدم دیگر ناامید شدم، از یک طرف سبب می شود که همین دعای شما هرگز اجابت نشود، از
طرف دیگر ناامیدی از الله است که این از صفت شیطان و کفار است. از طرف دیگر باور نکردن به قدرت الله که الله به همه کار قادر است. برای همین بعضی خواهر و برادرانی که 10 سال و 12 سال صاحب فرزند نمیشوند و دعا میکنند و میگویند من خیلی دعا کردم اجابت نشد، امیدم را کندم، بدانید که شاید از این هم زیاد دعا کردن شما را الله میخواهد. زکریا تمام عمر دعا کردن و تقریبا در سن 80 سالگی یا از آن هم بالاتر صاحب فرزند شدند. ابراهیم سالهای زیاد دعا کردند و خیلی در وقت الکی مویهایشان سفید شدن و همسرانشان دیگر پیرزن شدن، صاحب اسحاق و صاحب اسماعیل شدن. حتما باید در وقت دعا ناامید نشده، پی در پی دور و دراز باشد، هم کنده نکرده باید دعا را دوام دهیم. برای آنکه خیلی که گفتیم این حدیث پیامبر است که میگویند تا زمانی که شما نگویید که دعا کردم و اجابت نشد، دعای شما اجابت می شود. پس دعا کنید، لیکن حتما در این وقت باید صبر کنیم. و یکی از سبب‌های دیگری اجابت نشدن دعا این آمیخته شدن به حرام و گناه‌های کبیره می باشد. چگونه که می دانیم انسانی که گناه‌های کبیره می کند و به حرام دست می زند، او در گفته خود، در عمل خود نه قلبش مخلصانه است و نه با جسم خود زور برآمده توانست. برای همین بعضی از علمای گذشته میگویند شما پس شوی یا خود سست شوی و دیر شوی اجابت دعایتان را در گناه ها ببینید. این گناه های شما هست که پیش اجابت شوی دعا را میگیرد. شما گناه میکنید، دعایی که اجابت شود اجابت نمی شود. برای همین اونهایی که همیشه با غیبت یا اینکه همیشه با دروغ گفتن، با حرام خوردن، با دیگران را اذیت کردن و ظلم بالای دیگران کردن، در هر یک لحظه با دشنام، با سخنی قبیح، حتی همسر خود، شوهر خود، زن خود، فرزند خود به کسی ظلم میکنند و باز میگویند چرا دعایم اجابت نمیگردد. باید به خود آیند، یک نگاه کنند که چرا دعای آنها اجابت نمی شود. آیا از آنها بعضی از گناه ها صادر می شود؟ زنی که تمام روز فرزندان خود را لعنت می کند، از شوهر خود می نالد، از شوهر خود شکایت می کند، شوهری که تمام روز همسرش را دشنام می کند، یا زنی که به عروس و به دختر و به دامادان خود ظلم می کند، یا عروسی که به پدر و مادر شوهر خود ظلم می کند و یا به زن برادر خود ظلم می کند. ظلم با هر نوعش و یا سرداری که به زیردستان خود ظلم می کند، به همسایه خود ظلم میکند. استاد ظلم کاملا گناه کبیره است و وقتی شما ظالم هستید و بیخبر هستید و میگویید دعایم اجابت نیست، یکی باید خود را مراجعه کنیم و بدانیم که ما چی کرده ایستادیم، سبب چیست که دعای ما اجابت نگشته ایستاده است. و البته که یکی از سبب‌های دیگری اجابت نگشتن دعا این است که انسان به چیزی دعا کند که در داخل دعایش گناه یا خود به کسی بدخواهی و یا قطیعت رحم با خویش و تبار معامله ها را، رابطه ها را کنده کردن باشد، نابود ساختن باشد. پیش از همه هر کسی که بالای ما ظلم کرد، یک نفر در حقیقت حق ما را خورد، حقوق ما را از دستمان گرفت، در حق او دعای بد کردیم، هیچ گناهی نیست و دعای مظلوم اجابت است و قسم پروردگار است که الله میگوید به عزتم قسم میخورم که دعای تو را من اجابت میکنم اگرچه کمی بعدن باشد، یعنی الان نیو کمی دیرتر باشد. دعای مظلوم همیشه اجابت است. وقتی از کسی ظلم دیدیم در حقش دعا کردیم که هرچی به من کرد الهو ببیند و الهو چیزی که مثلا بالای من آورد بالای او هم تو بیار یا از آن بدترش را بیاور. این گونه دعاها جایز است و انسان گناهگار نمی شود بالای کسی که بالای ما ظلم کرد. اما وقتی نفر بالای ما ظلم نکرده است، ما از روی بخیلی و یا بدبینی و یا عموما از روی اینکه ما رو دیگران بالاتر ببینن، مثلا پروردگار رو به من خانه و ماشینی نصیب کن تا اینکه دوستانم از غرض بمیرند، یا اینکه پروردگار رو به من اونقدر مال و ملک بده تا که همسایه ها بدونن که من بالای همه آنها ثروتمند هستم. اینها همش گناه است، چیزهایی است که ما غرور و فخر و تکبری رو از الله طلب کرده ایستادیم. و یا اینکه پروردگار رو به من پسر بده تا اینکه همسایه‌ای که پسر ندارد وقتی
میبیند از رشک بمیرد. یعنی دعاهایی که در داخلش گناه است، بدخواهی هست، در داخلش کبر و غرور است، این گونه دعاها اجابت نمی شود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یزال دعاء العبد مستجاب ما لم یدعو باسم او قطیعة الرحم. دعای بنده همیشه اجابت است تا زمانی که در دعایش گناه نباشد و یا پاره کردن و یا قهرگی شدن و دور شدن از خویش و تبار نباشد. درباره گناه ما گفتیم که وقتی که در دعا ما میگوییم به من چیزی بده تا دیگران مثلا رشک برند و حسادت برند، بالای دیگران من تکبر کنم، اینها گناه است. یا یک نفری که به ما ظلم نکرد، یک کاری خیلی کوچک کرد، او هم کرد ما هم کردیم، هر دو در ظلم برابر بودیم، اما در حقش میگوییم نابودش کن، فرزندش بمیرد، خودش بمیرد. یعنی دعاهای بدی زیاده رو بالای او میگوییم در حق در حالتی که او هم ظالم است ما هم ظالم هستیم. انا این گونه دعاها اجابت نمی شود. و این چنین در دعایمون اگر پروردگار و برادرم رو از من چنان دور کن که دیگر هرگز رویش رو نبینم، جیانم رو، عمه‌ام رو، خالم رو، هر خویش و تباری که در حقشون دعای بد کردیم در حالی که آنها به ما ظلم نکردن، عادی از روی بدبینی، از روی کینه و عداوت های کوچک و کوچک، این دعاها اجابت نمی شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن دعای شما اجابت است اما با شرطی که در دعایتان گناه و این چنین در دعای شما با خویش و تبار جدا شدن و قهری شدن نباشد. و چیز دیگر این است که بعضی ها میگوین همه این چیزی که گفته ایستاده در دعای من هست، من هرگز حق کسی را نمیخورم، اصلا حلال خور هستم، در دعایم فقط چیزهای خوب را دعا میکنم اما دعا اجابت نمی شود. نمیدونم برای چی. در اینجا عزیزان حکمت پروردگار در آن است که بعضی از دعاها دیرتر اجابت شود یا اصلا اجابت نشود. برای مثلا به یک شهر میخواهید بروید و شما با خود 100% اطمینان دارید که وقتی به آنجا میروید زندگی خوشبختی و خرم شما را انتظار است. هرچی دعا کردید، سببها را پیش گرفتید اما به آنجا رفته رسیده نمیتوانید، دعایتان اجابت نشد. شاید حکمت پروردگار در آن است که وقتی آنجا می روید دستگیر می شوید، وقتی آنجا می روید زمین لرزه می شود، وقتی آنجا می روید بلای دیگر بالای سر شما می آید. برای همین وقتی دعا کردیم و اجابت نشد 100% باید یقین بدانیم که اینجا یک حکمت پروردگار است که این دعا اجابت نشد و وقتش گذشت. مثلا تا 1 سال آینده حتما شما سفر کنید لیکن هر چی کردید نشد، 1 سال دیر شد، دیگر فرصت ها رفت. در این وقت باید بدانیم که اینجا سبب حکمت پروردگار است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر مسلمی که دعا میکند، حدیث در مسند امام احمد آمدگی است، هر مسلمی که دعا میکند پروردگار از 3 چیز با او 1 تا اش را حتما میدهد. یا اینکه دعای او را در خود همین دنیا اجابت میکند و او ثمره دعای خودش را میبیند، یا اینکه به سبب همین دعایش پروردگار یکی از بلاهایی که بالای او می آمد آن را برطرف میکند. برای اینکه بعضی از تقدیرهای هست که خود دعا سبب می شود که آن تقدیر یا آن بلا به عقیبش گردد. و سیومش پیامبر میگویند یا اینکه در روز آخرت به خاطر همین دعایش به او اجر میدهد. پس آنهایی که دعا میکنن هرگز خسارت نمیبینن. من گفتم و نشد، نه، من گفتم و 3 چیز 1 تاش مال من است. یا اینکه اجابت دعا را میبینم دیر یا زود، یا اینکه در روز قیامت به سبب این دعا من اجر میگیرم، یا اینکه این دعا سبب میشود که بلاها از ما دور شود. البته اما حالت‌های هم هست که اگر آن را رعایت کردیم دعای ما قوی تر می شود و اجابت شدن آن خیلی خیلی باز آسانتر می گردد. پیش از همه در وقت دعا کردن صلوات فرستادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم. یکی از اجابت دعا یا خود زود اجابت شدن دعا این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی شما دعا کردید اول به من صلوات بفرستید، یا اول به الله حمد و ثنا گویید، سپس به من صلوات بفرستید، بعد از آن هر چی خواستید دعا کنید. برای همین یکی از آداب دعا و یا خود زود اجابت شدن این
در وقت دعا کردن حتما صلوات فرستادن و حمد و ثنا گفتن. اول نعمت های پروردگار رو ذکر کرده، شکر کرده، سپس صلوات فرستادن و پیامبر، سپس دعا کردن می باشد و گریه کردن و تضرع و خود را تماما به خواری و زاری و بیچارگی زدن. یعنی دعا چنان باشد که در هیئت شما مردم رو اگر مثلا ریا رو در اینجا آمیخته کردیم دعا اجابت نمی شود. برای همین بهترین دعا در خلوت تنها به تنها است. در وقت دعا آنگونه با خواری و زاری در پیشگاه الله بیستیم که وقتی که حالت ما رو هر نفری هم که دید گوید خیلی خیلی او محتاج است. برای همین وقتی در وقت تضرع و خیلی خواری و زاری دعا کردیم اینجا بدانیم که دعای ما اجابت می شود. و البته گریه کردن، خیلی یک حالتی وزمین که ایستادن یا خود را تماما به الله بیچاره نشان دادن در این وقت از سبب‌های اجابتی دعا می باشد. و البته حالت‌هایی هست که انسان دعا را تکرار به تکرار گفتن، یعنی من از تو طلب میکنم، از تو خواهش میکنم مصیبت رو از من ببر، فرزندم رو شفا ده، یا خود برای من فرزنده، یا ظالمان رو از سر ما دور کن، ظالمان رو از سر ما دور کن. یعنی دعا رو پی در پی گفتن است. برای همین حدیث در ترمذی آمدگی هست که پروردگار دوست می‌دارد بنده که الحاح میکند. الحاح یک گپ را چندین بار گفتن. اگر به یک انسان یک گپ را چندین بار گوید و دیگر بیزار میشود، میگوید دیگر بس کن، اما یک چیز را پی در پی به الله گفتن دیگر الله از این خوشش میآید و این را دوست می‌دارد. و اینجا وقتهای خوبی هم برای وقتهای بهترین هم برای دعا هست که البته الان ماه مبارک رمضان است، وقتی اجابت دعا. برای آن که وقتی الله میگوید ادعونی استجب لکم، پس از آیت های رمضان میگوید در وقتی اجابت دعا، وقتی ماه رمضان علل خصوص شبهای توقع دهه آخر، شبهای قدر است که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مادرمون حضرت عایشه رضی الله عنها دعای شبهای قدر رو یاد داده بودند که اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. این دعا رو بگو. و دعا در وقت باریدن باران، دعا در وقتی اذان گفتن و بین اذان و اقامه، دعا در روز جمعه و علل خصوص بعد از نماز عصر، و این چنین دعا در روز عرفه، و البته که دعا در یک آخری شب که وقتی اجابت دعا هست. در این باره حدیثی ثابت آمده است. پس برابر شرط های دعا رو اجرا کردن و عمل هایی که ما رو از اجابت شدن دعا دور میکند آن را نکردن، این وقت ها رو هم غنیمت دانیم و در این وقت ها زیادتر دعا کنیم و هرگز ناامید نباشیم که ما دعایمون اجابت نمی شود. 100% به این یقین داشته باشیم. و اینجا اگر درباره دعا صحبت کنم، یک چند چیز دیگر است که مثلا اجابت دعای بعضی از نفران صالح، بعضی دعاهای بعد، یا خود توسل گرفتن در وقت دعا با عمل صالح، سخن خیلی زیاد می شود. شاید وقتی برنامه‌مون به آن نرسد بیایید به قسم سوال و جواب می گذاریم و انشاءالله در یکی از برنامه‌های دیگر درباره توسل گرفتن در دعا با کدام مثلا اسکی ها ما می توانیم طلب دعا کنیم، کدام نفران در حق ما دعا کنند دعایشان اجابت می شود، و باز آیا می شود که حتما پیش از دعا به یگان کس صدقه دهیم و عملهای دیگر. باز در یکی از برنامه‌های دیگر با هم صحبت میکنیم. میگذاریم به قسم سوال ها. الان حاضر میبینیم که اولین سوال: نشانه قبول شوی دعا چی است؟ از کجا فهمیم که دعایمون قبول شده است؟ البته که از آنجا میفهمید که هرچی که دعا کردید به دست شما می آید. سالهای دراز صاحب فرزند نبودید، یک باره حاملگی همسرتون مثلا خبری خوش می شود، یا اینکه سالهای زیاد بود میخواستید صاحب ریسک شوید، صاحب پول و ماشین شوید، یک بار همان سال کارتون اومد میکند، یا یک دشمنی داشتید که همیشه از پی مثلا رزیل گردانیدن شما بود، یک بار بالای او یک بلای می آید و دست از سر شما می بردارد. البته این نشانه های قبول شوی دعا هست که شما اثر آن را با چشم خود شاهد می شوید. سوال دیگر: امام اعظم تربیت کنن گفته پیران سالان دعا میکنن، این چی گفتنی گپ است؟ یکی از
عملهایی که حتی عادی نیست شرک است، این امام اعظم تربیت و مدد کنند. گفتنی پیران سالان است که الله دیگر گناهشان رو ببخشد و حتما هر وقتی که این رو میشنویم برایشان برسانیم که این گناه است. یکی از داخل شدن به شرک با همین کلمه شروع می شود و بعد از آن تربیت کنند، مدد کنند، چیزهای دیگر است. کلمه‌ای که تماما گناه کبیره است و انسان باید حتما توبه کند. سوال دیگر، ارواح پدرت غضب میکند میگویند، آیا ارواح غضب میکند یا نه؟ عزیزان، خرافات های دیگر در تاجیکستان درباره ارواح هست. یکی میگوید ارواح شاخبرک شد و آمد، یکی میگوید یعنی پروانه شد و آمد، یکی میگوید ارواح پدرش دیگر به آنها روزی خوش نداده ایستاده است. همش دروغ است، هیچ اساس ندارد. اگر ارواح کار کرده میتوانست، این ارواح پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که بعد از رفت پیامبر می آمد و به صحابه ها کار میکرد. ارواح هیچ کار کرده نمیتواند. وقتی ما مردیم، از دنیا رفتیم، دیگر عملهای ما انقطاع می شود و دیگر در عالم برزخ و یا حیات قبر زندگی میکنیم که درباره‌اش اخبار خیلی کم آمده است و یگانه اینکه هر دعایی که درباره ارواح ها میکنیم رفته میرسد. هر عملی صالحی که مثلا از صدقه کردن و در حقشان مثلا قرآن خواندن در نزد جمهور علما، دیگر عملهای ثوابی که به آنها میبخشیم رفته میرسد. اما ارواح دیگر هیچ قدرت ندارد که بیاید و کسی رو غضب کند و یا کسی رو مدد کند. ارواح پدرم مدد کرد که من این خیر شدم میگن. اینها همش کفر است، برابر کفر بودن شرک است و دروغ هم هست که ارواح دیگر هیچ کاری کرده نمیتواند. علل خصوص در شکل پروانه یا خود شاخبرک هرگز ارواح داخل شده و آمده نمیتواند. سوال دیگر، دعا برای بای پولدار شدن یا هیچ نه برای از قرض خلاص شوی هست می؟ البته که درباره هم بای پولدار شدن هم درباره از قرض خلاص شدن دعایی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه کرام که در مسجد از قرض زیاد و بی پولی خوب رفته بودند یاد میدهند. میگویند هر صبح و هر شام اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن و زلع الدین و قهر الرجال، یا در روایت دیگر و غلبت الرجال. این دعا را بگو، تمام قرض‌هایت پرداخته می شود و غم‌هایت دور می شود. و ابی امامه میگویند وقتی که من همین دعا را خواندم دیگر از قرض‌ها از همش خلاص یافتم یا خود رها شدم و دیگر مشکلی هایم حل شد. هر کسی که قرضدار هست و یا خود در حالتهای گرفتاری هست، صبح و شام باید این حدیث را یا خود این دعایی که در حدیث آمده است این را بگوید. سوال دیگر، یگان دعا میگفتید دعا میکردیم یگان تا کافر در روی دنیا نماند. البته که درباره کافرها نابود شدن و نماندنش دعا زیاد است، از جمله دعای نوح برای قومشان رب لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا. لیکن این تقدیر یا خود قلم سرنوشت بالای بندگان این است که در روی زمین تا قیامت هم کافر و هم مسلمان زندگی میکند، تا اینکه مسلمان ها کافران را دیده دیگر عبرت گیرند و پند گیرند و شاید که کافران مسلمان شوند و سببی داخلشان به جنت شود. این قانون زندگی هست که در روی زمین هم کافر و هم مسلمان است. ولیکن بیایید دعا کنیم که پروردگار را هرگز نگذار که کافران بالای مسلمان ها سیطرت داشته باشند، سرداری داشته باشند. این مسلمان ها همیشه عزیز باشند و بالای دشمن همیشه غالب بیایند. سوال دیگر، 10 سال است فرزند ندارم. چقدر طعنه و ملامت ها را تحمل کردم. خوراک میخوردگیم زهر تنم است. برای فرزنددار شدن هر کی هر چی گوید کردم. دکتران عیب نداره میگویند، شب و روز دعا میکنم. چندین بار چله ششتم. خانه خدا کعبه رفته دعا کردم، آخر رضا شدم. شوهرم زن گیرند، جگرم میسوزد، دیگر چیکار کنم؟ پیش از همه خواهر عزیز، هرگز ناامید نباشید که شما 10 سال گذشته صاحب فرزند نشدید. 10 سال سالی کم است. انسان‌هایی هستند که بعد از 15 سال، من خواهری رو میشناسم پس از 15 سال صاحب فرزند شدن و خواهر دیگر پس از 14 سال، خواهر دیگر پس از 9 سال. یعنی صاحب فرزند شما میشوید وقتی میدانید که در شما هیچ عیبی نیست. و دکتران این رو میگویند لابد یکی از امتحان‌های الله بالای سر شما هست که بالای سر پیامبران نیز این گونه امتحان وجود داشت. مثلا پیامبران زیاد از بی‌فرزندی عذاب میکشیدند و حتی بعضیشان تمام عمر بی‌فرزند بودند. برای همین هرگز ناامید نشوید، دعا را دوام دهید و یقین بدانید که دعای شما اجابت می شود. وقتی این را یقین به
قلبتون جو کردید و گفتید پروردگارا من راضیم به قسمت و قدر تو، لیکن به من فرزند بده. یعنی یکی از زیباترین طریقه دعا این است که برابر دعا کردن در پیشگاه الله ما بگوییم که هر چی که به من دادی و نصیب کردی من راضی هستم، من ناراضی نیستم، من شکر میکنم، لیکن به من فرزند بده تا که قرة اعین یا خود روشنی چشم من گردد. و در این ماه مبارک رمضان برای شما هم دعا میکنیم و خودتون هم ناامید نشده دعا رو دوام دهید، برابر این سبب ها رو هم پیش گیرید، حتما صاحب فرزند میشوید. سوال دیگر، ما شب و روز دعا میکنیم، نماز میخوانیم، روزه میداریم، اما کافران کارشان شرک و کفر و فساد است، اما دست بالا هستند، چرا این خیل است؟ پیش از همه وقتی میگوییم ما شب و روز دعا میکنیم شاید فقط یک دو نفر باشیم، نفران دیگر زیادی مسلمان ها در دعا و در عیش و عشرت باشد. و اگر به تاریخ نگاه کنیم پس از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم تا امروز هر زمانی که امت مسلمان یا خود امت اسلامی دست جمع شد، از اختلاف ها دور شد، همش یکتا شد و گفت ما بر ضد یکدیگر نیستیم، ما بر ضد دشمن هستیم، پیروز آمد. و ما تقریبا تا 1300 سال اگر جمع کنیم مسلمان ها بالای کفار همیشه غالبیت داشتن، یعنی سرداری داشتن. پس از اون که ما دولت جدا شدیم، از همدیگر دور شدیم و به جای یک مسلمان با مسلمانی دیگر یکتا شدن، با یک دشمن اسلام یکتا می شود و بر ضد مسلمان سنگ می پرتاید، 100% است که کفار یکتا شوند و ما پراکنده شویم. پس پراکندگی ما مشکلی اول در این است که ما دیگر با قلب نه هم دیگر رو دوست می داریم نه چشم دیدن داریم. چیز دیگر این است که نه همه من در با دعا و با عبادت و با اون اخلاصیت در پیشگاه الله هستیم. قسم زیادی مسلمان ها دیگر آمیخته و گناه و مشکلی های دیگر هستند. سوال دیگر، خوابت را به آب گو میگویند، طرز خواب را به آب گفتن چه خیل است؟ همین گپ را تصور کرده خودم را دیوانه حس میکنم. البته که کسی که این را گفته است هم شاید خودش دیوانه باشد، برای اون که چنین گپ وجود ندارد. در ما حدیث است که خواب را وقتی خواب دیدید با طوری یا خود طرز بهترش آن را خودتون تعبیر کنید. هرگز خواب بد دیدم، بالای من مصیبت می آید و یا چیزی دیگر نگویم. خواب دیدتان را همیشه از طریقه بهترینش تعبیر کنید. سپس اگر خواب خیلی دهشت آور است و خیلی ناراضی هستید، وقتی از خواب میخیزید به طرف چپتون 3 بار نفس میزنید و به الله پناه میبرید از بدی همین خواب. بعد از این بهترش به کسی نگویید. یعنی شاید به بعضی او گفته دل شما رو سیاه میکنن، بعضی چیزها رو میگوین که دیگر فکرت اون پریشان میشود، به کسی نگویید، بگویید به الله پناه بردم ان شاء الله چیزی نمیشود. اما رو در نزد آب نشین خوابت رو بگو، چون این گپ وجود ندارد. یک خرافات و یا ضرب المثل مردم است که نمیدونم از کدام مصدر یا خود سرچشمه این را گرفتند. لیکن طرز خواب، اگر خوب دیدید به یگان نفر میگویید که خوابتون رو به طرز درست به شما تعبیر کند و خوشحال شوید. خواب بد دیدید، در این وقت پناه به الله میبرید و بهترش به کسی در این باره صحبت نمی کنید. اما یقین میدانید که به الله پناه بردید، خوب هیچ ضرری به شما نمیرساند. سوال دیگر، در شب قدر یگان جای را قپ طلا شود گوی طلا می شود. آره، در همین باره که خرافات های شب های قدر انشاءالله اگر الله نصیب کرده باشد شاید روز دوشنبه در برنامه ترازی عمل با هم صحبت میکنیم. درباره شب قدر یا لیله القدر میگویند خیلی خرافات های زیاد است که پرنده هست یا جای را قپ طلا می شود، یگان تاش اساس ندارد. شب قدر از شب های مبارک ماه رمضان است، اجابت دعا و شب نوشته شدن تقدیر یک ساله و خیلی فضیلت های زیاد دارد. انشاءالله با هم صحبت میکنیم و این چنین درباره خرافات هایش که هیچ اساس ندارد و مردم برای خود شعار کردگی هستند یا عبادت قبول کردگی هستند با هم صحبت میکنیم. اما تا اینجا سخنی که در اینجا هست که طلا می شود هیچ اساس ندارد. سوال دیگر، ارواح گذشتگان مدد کند گفته دعا میکنند، چه خیل ارواح مدد میکند؟ ارواح به کسی مدد نمیکند و ارواح گذشتگان مدد کند گفته دعا کردن این شرک اکبر است، نعوذ بالله. اگر انسان توبه نکند از این گناهش دست نکشد، انسان تماما
یعنی به ایمان میمیرد. خیلی از این سخن باید خودمون رو خودداری کنیم و به همه باید برسونیم. ارواح به کسی مدد نمیکند. این ما هستیم که با قرآن خواندن در حق آنها، دعا فرستادن به آنها، صدقه کرده اجرش رو بخشیدن به آنها، به ارواح ها کمک میکنیم. یعنی دعای ما میرود و به آنها همچون هدیه میرسد. و حدیثی ثابت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که مرد در روز قیامت به یک درجه میرسد و میگوید پروردگار من هیچ کار نکرده بودم، این چی جایی مرتبه‌ای که مرا رسانیدی. سپس گفته می شود که این دعاهای فرزند تو بود، عملهای فرزند تو بود که تو را به اینجا رسانید. پس مویان به آنها کمک میکنیم در حقشان دعا کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق مرتها همیشه دعا میکردن. حتی به قبرستان برای دعا کردن به بقیه میرفتند و دعا میکردن. اما آنها به ما هیچ کمک کرده نمیتوانند، این چنین هیچ زیان کرده نمیتوانند. سوال دیگر: سلام اپا، در این ماه مبارک در این فتنه بین مرزی چیکار کنیم؟ پیش از همه در این فتنه ها پیش از همه دعا کنیم که پروردگار فتنه ها رو خودش از بین برد و دعا در حق آنهایی که در بالای سر ما استاده‌اند و گویا که مسئول این کارها هستند در حقشان دعا کنیم که الله انصافشان دهد تا که به زودی این مسئله ها رو حل کنند. و هر یکی ما و شما که از دور هستیم و جز دعا کردن به فکرم هیچ کار کردن نمیتوانیم و اگر در داخل باشیم هم با آن قدرتی که دیگران دارند و ضعف و ترسی که مردمی عادی تاجیکان دارند هیچ کار کردن نمیتوانند. این البته نظر شخصی من است که فقط در اینجا آنهایی که صاحب مقام هستند و در کرسی ایستادن از دو جانب میتوانند مسئله را حل کنند. اما مردم عادی با جز زیاد کردن مشکلی و خود را نابود کردن کار دیگری کردن نمیتوانند و بگذار الله هدایتشان کند. اگر مثلا به هدایت شدن لایق نیستند زودتر نابود کند و از سر ما بردارد که حتی کوچکترین مشکلی های بین مرز دو دهه را دیگر حل کرده نمیتوانند. سوال دیگر: آیا به پیش فالبین و کتابکشا رفتن درست است؟ سوال کننده عزیز درباره به پیش فالبین رفتن ما یک برنامه کامل داریم در خود سایت پیام میتوانید پیدا کنید درباره حقیقت سحر، درباره سحر و چگونه راههای معالجه کردن. به پیش فالبین رفتن و فالبین را تصدیق کردن که او راست گفته میتواند انسان را تماما از دین خارج میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که به پیش فالبین رفت و هر چی که او گفت تصدیق کرد فقط کفر، او کافر شد، دیگر تماما از دین خارج شد. برای همین به نزد فالبین رفتن اعتقاد ما رو از بین میبرد. بعد از این حتما باید از نو شهادت دهیم و توبه کنیم و به سوی پروردگار برگردیم. اما مشکلی ها رو با دعا و البته با سببهایش رو پیش گرفتن میتوانیم حل کنیم و هیچ چیز مثل دعا خواهر و برادران عزیز معجزه نمی کند. هیچ چیز نمیتواند مثل دعا معجزه کند که حتی قدر را دعا میتواند، قدری که البته تقدیر هم تقسیم می شود ازلی و روزانه و مثلا سالانه، بعضی از مصیبت ها را دعای ما سبب می شود که به عقیبش برگرداند. سوال دیگر: در حق دختر من دعا کنید که سلامتیش خوب باشد. خواهر و برادران عزیز خیلی که گفتم حتما در حق دخترتون دعا میکنم و اگر شما رو نمیشناسم و اگر نامش رو هم نوشتید بهتر بود وقتی که میگویم دعا کنیم بیایید با حضور قلب در وقت تنها نماز خواندن، تنها بودن در حق همدیگر دعا کنیم. دعایی که به گوش دیگران شنوانیده گفته می شود زیادتر برای یا بعضی از خودنمایی ها داخل می شود. برای همین بهترین دعا این است که در غیب، در تنهایی وقتی با الله تنها به تنها روز و نیاز میکنیم دعا بکنیم. به هر حال در حق دختره که شما و تمام بیماران مسلمان، تمام بیماران خلق تاجیک الله شفای کامل و عاجل دهد که او به این کار توانا است. سوال دیگر: چیدن موی روزه رو میشکند؟ چیدن موی به روزه هیچ ضرر ندارد. روزه را هر چیزی که میخورید از دهان یا از بینی به معده شما میرود روزه را میشکند. نزدیکی زن و شوهر در ماه رمضان روزه را میشکند و این چنین خود به خود قی کنانیدن با دست خود یا خود را مجبور کنانیدن روزه را میشکند. در این باره حدیث است و هر دوا و درمان یا خود اوکال و کپلینیتس به گفته خودمان سوزنداروهایی که همچون غذا و ویتامین به جسم شما گذرانیده می شود روزه را می شکند. اما چیدن موی و یا غسل کردن یا دندان شویی کردن اینها به روزه شما هیچ ضرر
نمیرساند. سوال دیگر: مادرم مرا عقد کردم گفت به خاطر حجابم، خودش نماز نمیخواند، آیا من عاق شدم یا نه؟ خواهر عزیزم، به خاطر حجابتون 100 بار اگر مادرتون عاق گوید هم شما عاق نمیشوید. هر کاری که به گناه دعوت می شود و پدر و مادر عقد کردن میگویند در آن عاق نیست. انسان زمانی عاق می شود که در کارهای مباح یا معروفی که در آن گناه به الله نیست به پدر و مادرش نافرمانی کرد و به آنها ظلم کرد. مثل اینکه آنها محتاجند کمک نکردید، آنها محتاجند به دیدار بینی نرفتید، آنها چیزی رو بد میبینند شما بر قصد انجام دادید. اینها عاق است. حجابت را نکشیدی عاق هستی، از شوهرت جدا نشدی عاق هستی، فرزندت را به شوهرت ندادی عاق هستی. اینها یگان تاش عاق حسابیده نمی شود. عاق زمانی هست که شما بالای پدر و مادر خود ظلم کردید، در اینجا شما عاق می شوید اگرچه پدر و مادر عاق نگوید هم. اما وقتی که به خاطر نماز و حجاب و دیگر کارها، در این وقت شما یگان خیلی نه گناهکار می شوید نه عاق می شوید. در این باره البته در باره وقتی قصه سعد ابن ابی وقاص صحابی جلیل رو میخوانیم میبینیم که وقتی که پدر و مادرشون، علل خصوص مادرشون، من هیچ چیز نمیخورم تا اینکه تو از دینت برنگردی گفته بود، سعد ابن ابی وقاص گفته بودن اگر 100 جانت باشد و برایت هم من از دینم برنمیگردم، که هرگز عاق مادر هم نشدن، گناهکار هم نشدن. برعکس مدح سعد ابن ابی وقاص در تمام کتاب ها ذکر شده است و حتی دربارهشان آیت هم در قرآن کریم است. سوال دیگر: در روسیه مگزین داریم کلبسه حرام فروشیم، به روسها کافرها گناهکار میشویم یا نه؟ سوال کننده عزیز، درباره فروختن چیزهای حرام، چی نوشابه های مست کننده باشد، چی کلبسه های حرام باشد، چی گوشت حرام باشد، یگان تا اش نه به مسلمان نه به کافر جایز نیست. بعضی از فتواهایی که در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه پیدا می شود که به کافر جایز است هیچ دلیل ندارد و اجتهادی مثلا صاحب مذهب است که بعضی از علما اجتهاد میکنند و خطا میکنند. اما جمهور علما، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الله لعنت کند سازنده مثلا شراب رو، فروشنده اون رو، کشاننده اون رو و هر کسی که در خرید و فروش او کمک میکند. عموما هر چیزی که حرام است اون رو نه به کسی فروختن جایز است، نه از کسی خریدن، نه به کسی رسانیدن، خواه کافر باشد خواه مسلمان. برای همین تقوا کنید از اون چیزی که شک و شبهه دارد، علل خصوص کلبسته های حرام که 100% میدونید حرام است، عموما دست کشید و وقتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کسی که به خاطر الله تقوا کرد و حرام رو به کنار گذاشت، این وعده الله هست که از جایی که فکر هم نمیکرد به او رزق میدهد. پول و مالی که از بالای کلبسه و چیزهای حرام به دست می آورید، وقتی تقوا کردید و ترک کردید چندین درجه زیادتر به دست شما می آید و این وعده رب العالمین است، اونی که به دستش زمین و آسمان ها و برکات و رزق و کنوز تمامی هستی در دست او می باشد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزه ما. اگرچه بعضی از مسئله ها درباره دعا خیلی زیاد بود و من نتوانستم در این برنامه همش رو جای کنم، ولی که انشاءالله در برنامه های بعدی با هم صحبت میکنیم. تا همینجا دعا کردن در حق همدیگر با اخلاص و در تنهایی به الله فراموش نکنید و دعا در حق مردم خودمون، مردمی مظلوم تاجیکستان و هموطنانی که در نزدیکی مرز زندگی دارند و الله میداند که الان اثر آنها چی میگذرد. مویون در بیرون هستیم، آنها در داخل هستند و هیچ کمک از دست ما ساخته نیست. حداقل در دعا فراموش نکنیم، علل خصوص در این شب‌های مبارک که پروردگار پیش از همه بین همسایه ها که هر چی باشند هم آنها هم مثلا مسلمان هستند، ما هم مسلمان هستیم، صلح و وحدت را جای کند و اثر ما اون از عهده نابرایانی که دیگر از دستشان کوچکترین کمک و یا دستگیری بالای مردم نبرآمده ایستاده است به زودی نیست و نابود کند، اثر ما بردارد و بالای ما نفرانی را صاحب کند که نه در حق ما ظلم کنند نه در حق بقیه مردم ظلم کنند. شمایان را به الله یکتا میسپارم تا برنامه های دیگری ما در پناه خالق رحمان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.